سرخط خبرها. اتهام تازه اسلام آباد بر کابل. وزیر اطلاعات پاکستان گفت که امارت اسلامی در ناامنی‌های مرزی نقش دارد. پاکستان پروژه ازمی کشورهاست که در این منطقه به وجود آمده. تأکید افغانستان بر گسترش روابط با کشورهای اروپایی. عبدالمتین قانی گفت که مذاکرات با اروپا درباره مهاجرین و همکاری‌های سیاسی ادامه دارد. در اواخر شما مشاهده می‌کردیم با بعضی کشورهای اروپایی نشست‌های متعددی داشتیم. و اعلام پایان جنگ با ایران از سوی ترامپ. رئیس جمهور امریکا گفت که قصد ندارد تقابل با ایران را زودهنگام رها کند. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز شنبه 12 سور 1405 هجری خورشیدی که مصادف است با 2 می 2026 میلادی. مشروع خبرها. تنش‌های لفظی میان کابل اسلام آباد بار دیگر افزایش یافته. وزیر اطلاعات پاکستان امارت اسلامی را به حمایت از گروه‌های مسلح ضد پاکستانی متهم کرد. در همین حال گزارش‌هایی از آغاز گفتگوهای غیر رسمی با هدف کاهش تنش منتشر شده، اما امارت اسلامی تاکنون آن را به گونه رسمی تایید نکرده. نسترن امیری گزارش می‌دهد. عطاالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شد که امارت اسلامی افغانستان در برخی حملات و ناامنی‌های اخیر در مناطق مرزی پاکستان دست داشته است. وزیر اطلاعات پاکستان همچنین ادعا کرده است که امارت اسلامی به گروه‌های مسلح ضد پاکستانی پناه و حمایت می‌دهد. جنایت را که امروز پاکستان در مقابل افغانستان انجام میده و بمباردمان میکنه، تجاوز میکنه به خاک افغانستان، جای تأسف است که هیچ کشور جهان در مقابل پاکستان یک عکس‌العمل نشان نمیده. به خاطر اینکه پاکستان پروژه ازمی کشورهاست که در این منطقه به وجود آمده. همچنین رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مذاکرات غیر مستقیم میان مقامات پیشین و چهره‌های نزدیک به حلقه‌های تصمیم‌گیری افغانستان و پاکستان آغاز شده است. هدف این گفتگوها کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه‌های ارتباط‌سازی میان دو کشور عنوان شده است. با این حال امارت اسلامی افغانستان تاکنون به گونه رسمی آغاز این مذاکرات را تایید نکرده است. مذاکرات غیر مستقیمی که با پاکستان آغاز شده فکر نمی‌کنم نتیجه مثبت داشته باشه، چون مذاکرات متعدد مستقیم با پاکستان نتیجه نداده، اما استخبارات‌ها به خاطر وقت‌ضایع کردن چون این ترفندار بازی میکنند تا از خان عامه فریب بدن. پاکستان دنبال همون وظایف استخباراتی خود است که به هیچ گونه دیپلماسی تن نمیده. در همین حال شمار آگاهان سیاسی میگویند که نبود اعتماد میان دو طرف، حمایت پاکستان از گروه‌های مختلف و عدم پایبندی این کشور به اصول دیپلماسی مانع دستیابی به نتیجه پایدار هر گونه گفتگو خواهد شد. پاکستان افغانستان را متهم می‌کند و افغانستان هم پاکستان را که در مخفیگاه تروریستی که در پاکستان وجود دارد علیه ثبات منطقوی استفاده می‌شود. عدم اعتمادی عمیق در هر دو طرف، خصوصا در رسانه‌های بین‌المللی ولیکن در حقیقت در طرف پاکستان وجود دارد. حمایت از گروه‌های مخالف در پاکستان که سابقه نفوذ در خاک پاکستان دارد علیه افغانستان استفاده می شود. گفتنی است که این گفتگوها چهارمین ابتکار از این نوع با مشارکت بازیگران منطقه‌ای و بین المللی به شمار می رود که پیشتر در چین، عربستان سعودی، دوحه و استانبول برگزار شده بود. این روندها در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد دنبال می شود، اما به نظر می رسد که نتایج آن تاکنون پایدار و عملی نبوده است. در ادامه تلاش‌ها برای گسترش روابط خارجی، وزارت داخله میگوید که امارت اسلامی در تماس با شماری از کشورهای اروپایی درباره موضوعات مهم مانند مهاجرین، مبارزه با مواد مخدر و همکاری‌های سیاسی گفتگو کرده. باز هم نسترن امیری.
در ادامه تلاش ها برای تقویت و گسترش تعاملات خارجی، سخنگوی وزارت داخله به خبرگزاری آفاق گفت که در چارچوب سیاست خارجی امارت اسلامی این وزارت با شمار از کشورهای اروپایی در تماس بوده و درباره موضوعات مهم دو جانبه گفتگو کرده است. عبدالمتین قانی افزود که در نشست‌های برگزار شده با نمایندگان اروپایی روی مسائل مختلف از جمله سیاسی، مبارزه با مواد مخدر، مدیریت مهاجرین و تقویت همکاری‌های مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. وزارت امور داخله در چوکات سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان طبعا ما با چقدر کشورهای منطقه و همسایه مخصوصا در اواخر شما مشاهده میکردیم با بعضی کشورهای اروپایی نشست‌های متعددی داشتیم. طبعا موضوعات مختلف سیاسی و بخش‌های مختلفی مواد مخدر از جمله موضوعات مهم بوده، موضوع مهاجرین هم طبعا بحث شده. ما در چوکات سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان و تعاملی که با دنیا داریم، با اروپا داریم، با بعضی کشورهای همسایه و منطقه داریم، طبعا نشست‌های داشتیم و گفتگوی خوبی پیش رفته بوده. امارت اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده است تماس‌ها و گفتگوها با کشورهای اروپایی برقرار کنند. با این حال پرسش اصلی این است که آیا گسترش این روابط می‌تواند زمینه‌ساز به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی شود یا خیر؟ کشورهای اتحادیه اروپا تلاش دارند که با امارت اسلامی تحت بهانه‌ای که یک تعداد مهاجرین افغان که در کشورهای اروپایی دوسیه‌هایشان جواب منفی گرفتن و آنها را دوباره به افغانستان میخواین ریپورت بکنن، تحت همین بهانه تلاش دارن که کشورهای اروپایی روابط دیپلماتیک خود با طالبان قایم و دائم نماید. اروپایی اتحادیه یو د نړیوالو بلاکونو څخه یو مهم بلاک ګڼل کیږي. که چیرې د اسلامي امارت او اروپایی اتحادیه ترمنځ ارتباطات او روابط پراخیږي، په دې سره د اسلامي امارت د نړیوال مشروعیت چانس زیاتیږي، اقتصادي فرصتونو ته زمینه برابریږي او همدارنګه د حکومتوالۍ په بیلو بیلو برخو کې پراخه همکاری جذب کېدی شي. این در حال است که روزنامه تلگراف نیز پیشتر گزارش داده بود که در پی بررسی طرح اخراج پناهجویان افغان گفتگوها میان امارت اسلامی و بریتانیا انجام شده است. بر بنیاد گزارش این روزنامه وزارت داخله امارت اسلامی نیز تایید کرده بود که مذاکرات با مقام‌های بریتانیایی در کابل درباره احتمال بازگشت پناهجویان افغان صورت گرفته است. و در خارج از کشور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره ایالات متحده جنگ با ایران را پایان یافته اعلام کرده و در عین حال تاکید کرده که قصد ندارد تقابل با تهران را زود هنگام رها کند. در همین حال محسن رضایی عضو کنونی و دبیر سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با به تجربه خطاب کردن وزیر جنگ آمریکا گفت که هگست ارتش ایالات متحده را در بطلاق خلیج فارس گرفتار کرده. حضرت محمدی بیغش. با گذشت 2 ماه از آغاز جنگ میان ایران و امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام پایان این درگیری گفت که قصد ندارد تقابل با تهران را به گونه کامل و زود هنگام کنار بگذارد. او در نامه‌ای به کنگره تلاش کرده است این دیدگاه را مطرح کند که برای ادامه روند جنگ نیازی به مجوز قانونگذاران امریکایی ندارد. بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوب 1973 رئیس جمهور امریکا تنها میتواند تا 60 روز بدون مجوز کنگره اقدام نظامی انجام دهد و پس از آن باید یا عملیات را متوقف کند یا مجوز بگیرد یا در صورت ضرورت اجتناب ناپذیر نظامی هنگام خروج نیروها درخواست تمدید 3 روزه ارائه دهد. با این حال ترامپ تاکید کرده است که جنگ را در روز 40 پایان داده و از زمان اعلام آتش بس تا کنون هیچ گونه تبادل آتش میان تهران و واشنگتن رخ نداده و گفته که جنگ به مرحله 60 روز نرسیده و قانون اختیارات جنگی در مورد این جنگ قابل تطبیق نیست. درگیری هایی که از 28 فوریه 2026 آغاز شده بود پایان یافته است. قصد ندارم تقابل با ایران را زود هنگام رها کنم، چرا که ممکن است چند سال بعد دوباره با همان مشکل مواجه شویم. رئیس جمهور آمریکا از آغاز جنگ با ایران تاکنون به گونه پیوسته و روزانه پیام‌ها و روایت‌های متفاوت منتشر کرده. او در این مدت با بهره‌گیری از ادبیات تند، تحقیرآمیز و همراه با تهدید و ارعاب تلاش کرده روایت‌های مختلفی از این جنگ را در فضای مجازی منتشر کند. ترامپ در تازه‌ترین پیام نارضایتی خود را از آخرین پیشنهاد صلح ایران ابراز کرده و گفته است که نمی‌تواند با پیشنهادهای تهران موافقت کند.
آنان چیزهایی را درخواست می کنند که من نمی توانم با آنها موافقت کنم. ترامپ همچنین در نشستی گفت که نیروهای دریایی آمریکا برای اجرای محاصره بنادر ایران مثل دزدان دریایی عمل می کنند. ما کشتی را تصرف کردیم، محموله را گرفتیم، نفت را هم برداشتیم. این یک کسب و کار بسیار سودآور است. ما مثل دزدان دریایی هستیم، تقریبا مثل آنها، اما شوخی نمی کنیم. در همین حال محسن رضایی عضو کنونی و دبیر سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام باب تجربه خطاب کردن وزیر جنگ آمریکا گفت که هگست ارتش ایالات متحده را در باتلاق خلیج فارس گرفتار کرده. رضایی تاکید کرد که آمریکایی ها در ساحات زیادی را در خلیج فارس و دریای عمان یاد خواهند گرفت. وزیر جنگ به تجربه و بی سواد امریکا اگر درسش را خوب میخواند جغرافیا بلد بود و از ایران و پیچیدگی های تنگه هرمز و خلیج فارس اطلاعات کافی داشت، امروز ارتش امریکا را در باتلاقی که نه راه پیش دارد و نه راه پس گرفتار نمی کرد. اعلام پایان جنگ از سوی ترامپ با تردیدها و انتقادهای داخلی و خارجی همراه شده و روایت‌های متناقض درباره این درگیری همچنان ادامه دارد. اظهارات مقام‌های ایرانی از جمله رضایی نشان می‌دهد که تنش‌ها کاهش نیافته و خطر ادامه تقابل میان دو طرف همچنان پابرجاست. رسیدیم به آخرین بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت بر شما خوش.